سلام، افسانه هستم. خوشحالم که با من همراه هستید. امروز میخوام از یه تجربه شخصی درباره کارهای معرق و چوب باهاتون صحبت کنم. در ابتدا بگم یه خدا قوت بگم به استادکارهای عزیز، چون کاری که بهشون میسپارن، کار معرق یا معرق منبتی که بهشون میسپارن، خیلی باید با ظرافت و دقت روش کار انجام بدن. باید بدونن که چوبایی که استفاده شده کدومش چربه، کدومش رنگ پذیری داره، باید رنگ‌گذاری انجام بدن، خمیر بذارن، پلی استر انجام بدن، چند مرحله سنباده کشی داره. خلاصه که خیلی پروسه دقیقی هست، با ظرافت باید انجام بشه و حتما باید توسط استادکارها انجام بشه روی کارهای معرق. کار معرق و یا هر کار هنری دیگری با ارزشه و برای اینکه کار معرقمون خوب از آب در بیاد میتونیم بدیم به استادکار تا یه استادکار ماهر اونو قشنگ برامون پلی استر بزنه و بهمون تحویل بده. اما مواد دیگری هم هستن برای مقاومت، برای پوشانندگی، عایق کردن چوب. یکی موم چوب هست، لاک چوب هست و روغن‌های طبیعی، روغن‌های مثل روغن برزک، روغن کتان که حالت طبیعی چوب رو حفظ میکنن و در برابر آب و هوا و گرد و غبار و رطوبت از چوب محافظت میکنن. از رزین هم استفاده میشه که ضربه پذیری یعنی در مقابل ضربه مقاومه. اما طبیعت چوب خب مثل لاک و مثل موم و روغن‌های طبیعی حفظ نمیشه. در ادامه ویدیو با من همراه باشید تا بگم از چه ماده‌ای استفاده کردم برای حفاظت از چوب معرقم و چند تا نکته هم بهتون میگم. خوشحالم که با من همراه هستید. امیدوارم براتون مفید باشه. این کاری رو که میبینید سالها بود در توی کمد گذاشته بودم و از کمد بیرونش نیاورده بودم. خیلی وقت پیش معرق کار میکردم. این چون کار اولم هست، فاصله بین چوب هم خیلی زیاده. بعد از اینکه بتونه کردم و سنباده کشیدم، روی پس زمینه رنگ اکریلیک زدم. نمیخواستم زمین مشکی باشه، به خاطر همین اکریلیک استفاده کردم و چون نوپان زیرش هم خراب بود بتونه کردم. حالا من میخوام که با 2 تا قلمو کار کنم و از وارنیش روغنی وستا میخوام استفاده کنم و برای اینکه چوبم رو در برابر گرد و غبار و زمان محافظت کنم تصمیم گرفتم از این براق کننده استفاده کنم. قلم موهایم که استفاده می کنم حتما باید تمیز باشه، حتی این بالای قلم موهم رنگ نباشه که موقع زدن وارنیش پخش میشه و کارم رو کثیف میکنه. برای تمیز کردن قلم مومم از بنزین استفاده می کنم. بعد وقتی که توی بنزین شستمه سری می شورمش تا قلمون خراب نشه. با صابون یا مایع دستشویی و آب می شورمش، چون اگه بمونه توی بنزین موهای قلمو از جاش کنده میشه. بریم برای زدن وارنیش. قلموی کوچیکم که برداشتم برای جاهای کوچیکه و قلموی بزرگم برای راحت تر وارنیش زدنه. وارنیش رو کم کم میریزیم. وقتی وارنیش میریزیم به خورد چوب میره. حتی اگه دست من بکشم اون چسبندگی رو روی چوب بعد از چند دقیقه نداره دیگه. خوبی که داره توی وارنیش، من طبیعت چوب رو میتونم حفظ کنم و همینطورم میتونه مراقبت کنه از کارم و چون حس کردم روغن کمتر میتونه از چوبم مراقبت کنه در برابر گرد و غبار و مرور زمان، برای همین از وارنیش استفاده میکنم. نکته ای که باید توجه کنی اینه که حتما زیر کارتون تمیز باشه، پرز و خاک نداشته باشه، چون وقتی وارنیش میزنی خودش رو بیشتر نشون میده. رزین و پلی استر زدن هم نیاز به مهارت داره، اما این وارنیش که دارم میزنم نیاز به مهارت خاصی نداره. و نکته دیگه برای خوش شدنش هم 2 روز به زمان بدین و حواستون باشه که
از ماسک هم استفاده کنین و تهویه هم مناسب باشه که و هوا رد شه. جوری هم نباشه که جایی باشین که خیلی عبور هوا زیاد باشه، گرد و غبار زیاد باشه، چون روی کارتون میشینه، کارتون رو کثیف میکنه. حالا چه وارنیش رو برای چوب بخواین استفاده کنین، چه کارهای دیگه، من به هنرجام میگم که مراقب باشین که وارنیش میزنین هم مسائل سلامتیتون مهم باشه، همین که جایی هم باشه که گرد و غبار زیاد نباشه و کارتون کثیف میشه. زیر دستتون هم حتما یه پارچه چیزی بندازین که از گوشه اگه شوره کرد میز کارتون یا هر جایی که وارنیش میزنین خراب نشه. متاسفانه من فراموش کردم. وارنیش رو میتونین داخل ظرف هم بریزی، ظرف های یک بار مصرف و اونجوری استفاده کنین، ولی من ترجیح میدم کم کم بریزم، از توی خود ظرف استفاده کنم. یه نکته دیگه حتما حواستون باشه که اگه کارتون رو تکون بدین، توی نور بگیرین، مشخص میشه که کجا وارنیش خورده و کجا وارنیش نخورده. مراقب باشین چون نشون نمیده، مخصوصا توی کارهای سفال که بچهای من انجام میدن. خیلی باید به این نکته توجه کنن. نکته بعدی هم این که وارنیش زدنتون حتما در یک جهت باشه، چون خط وارنیشتون گاهی اوقات ممکنه مشخص باشه. البته روی چوب که زدم چون میره به خورد چوب ها و مشخص نمیشه، اما پس زمینه که رنگ اکریلیک زدم کاملا جهت قلموی من مشخص میشه. هر جا هم اگر دیدید وارنیش زیاد ریختین پخشش کنین و پخش بشه که یک جا نمونه. کارتون ممکنه که تمیز از آب در نیاد. وقتی هم که دست روی چوب میکشم، چوب کاملا حالت خشک داره، چسبندگی نداره و حالت چوب حفظ شده، این وارنیش به خورد چوب رفته. امیدوارم که این روش براتون مفید باشه، این ویدیو براتون مفید باشه. ممنون که همراه هم بودین. لطفا نظراتتون رو برام کامنت کنین، لایک کنین و کمک کنین که موضوعات مفیدتری براتون بذارم و کانال پرباری داشته باشم. ممنون که لایک میکنید، سابسکرایب میکنید. موفق و پیروز باشید.